دوستان ارجمند، حالا سرود ملی رو هم شنیدیم با هم یک جا و ادامه میدیم اکنون گزارش رو. بعد چند لحظه دیگر بازی بین دسته‌های ریگر تدز و ایستراوشان شروع می شود. پیش از آغاز این دیدار ما برخورد دو یکی وخوری دو سرمربی توجیک رو میبینیم که چقدر زیبا بود در ورزشگاه تالکو آرینا. این برخوردی خب سرمربی دسته ریگر تدز زیندین رحیموف و سرمربی دسته سراوشان تویرجان مومینوف بود که واقعا جای خوشنودی هم هست. آخرین بار وقتی که دسته ها با هم بازی کرده بودند این بازی دوری 11 لیگ اولی بود در همین موسم و این دیدار در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند دایر شده بود و در اون رقابت دسته ریگر تدز با حساب 0-1 دسته سراوشان رو در سفر مغلوب کرده بود و حالا اکنون دسته ها بازی نوبتی خود رو در موسم دایر میکنند و ما شما البته پیگیر این رقابت خواهیم بود. یا باور داریم که یکی از بازی‌های زیبای دوری 22 لیگ اولی خواهد بود. در دیدار امروزه داوری اساسی نصرالله کبیرов است. از داوران شروع میکنیم. حالا یوارانی و خسروی صدیقزاد و پرویز یعقوب جان هستند. داوری چهارم بختیار کمیلوف در این رقابت است و امروز در بازی دسته‌های ریگر تدز و سراوشان ور هست. زوهل خوشنظر و در حجره ور داوری اساسی است و خب با او کمک میکند شریف بک نوریدینوف و همچنین ناتالیا سوتنیکووا. خب داوری دیگر است که اصلا لحظه های تکراری رو از او پیشنهاد خواهد کرد. خب هیئت دسته ریگر تدز در اکران‌های ما و شما است. امروز می‌بینیم که در روزابون این دسته پانی مانوئل در هیئت احتیاطی قرار گرفته است. با شکل جاگیرشوی 4-1 دسته ریگر تدز بازی رو شروع خواهد کرد. همین گونه کارگردان برای ما و شما پیشنهاد می‌کند و در هیئت اساسی ابراهیم اسماعیلوف بازیگری خط دروازه در دیدار امروزه گفته میشد. عموما دسته ریگر تدز از آغاز موسم همین گونه بازی میکرد که ابراهیم اسماعیلوف دروازه‌بان اساسی تیم بود و در رفت یکی از بازی‌های جام تاجیکستان وقتی که پانی مانوئل با میدان آورده شد از جانب زیندین رحیموف او مهارت خوبتر نشون داد و بعد از آن سرمربی انتخاب کرد که پانی مانوئل بازیگر اساسی دسته باشد و این هم هیئت دسته سراوشان است که با شکل جاگیرشوی 4-4-2 این تیم بر مقابل ریگر تدز بازی خواهد کرد در شهر تورسون زوده. زیر روبری البته توهیر مومینوف که حالا در اکران‌های ما و شما قرار دارد. و خب در مورد دروازه‌بان دسته ریگر تدز اگر ادامه بدیم پس همین گونه شد که بعد همان بازی جام پانی مانوئل دروازه‌بان اساسی دسته ریگر تدز شد و با این شکل بازی‌ها رو این تیم خب ادامه داد. ولی امروز پانی مانوئل هرچند در هیئت احتیاطی باشد اما او اوسیب دارد و با سبب اوسیب گرفتنش امروز به میدان نخواهد آمد و ابراهیم اسماعیلوف در دروازه در هیئت اساسی بازی خواهد کرد. خب در مورد مشکلی‌های دیگری کادری دسته‌ها اگر بگیم قریب که مشکلی کادری جدی به نظر نمی‌رسد. فقط در هیئت دسته ریگر تدز قلندروف این بازیگری است که با سبب مشکلی‌های اویلوی در این دیدار شرکت کرده نمی‌تواند. بازی از مرکز میدان آغاز می‌گردد و صدای اشتراک داور رو ما شنیدیم. نصرالله کبیرov چطوری که من اشاره کردم در بازی امروز داوری اساسی است و شورای این بازی من اینامیدین احمدزاده هستم. اکنون با هیئت‌های دسته‌ها به طور پررا متوجه می‌کنیم در آغاز رقابت و حالا بازیگزاری بازیگران سراوشان رو می‌بینیم که آیا این با هجوم می‌رود یا عموما در مرکز توپ رو اداره می‌کنند و خلاص. خب با هیئت‌ها می‌نگریم. هیئت دسته ریگر تدز رقم 1 ابراهیم اسماعیلوف، رقم 22 یعقوب جان احمدوف، تحت شماره 44 جوزف فئون، با رقم 5 قاسم عثمان، رقم 66 اسیلبک تیمیروف، رقم 55 بورته اکوای و رقم 8 سید مختار عظیموف، رقم 14 شهرت المرودوف، تحت شماره 47 شیرزاد محمدیف، رقم 7 شرف جان سولیف و رقم 9 کوادو فریمپونگ. سرمربی دسته ریگر تدز زیندین رحیموف است. خب اوت با فوده دسته سراوشان. حالا تیم سراوشان در هجوم باقی میماند. بازیگران ریگر تدز این حالت رو برطرف کردند و امکان برای به عکس الهجوم گذاشتن هم هست. سولی توپ جنوبی شرف جان سولیف، توپ با شرف جان سولیف نرفت ولی اکنون فریمپونگ با سرعت بلند حرکت خود را ادامه میدهد برای گرفتن توپ
қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аз ҷониби ҳамлагари дастаи Регартадаст. ҳайати дастаи Саравшан. Далер Ҷонбаротов рақами 1, рақами 19 Далер Шомуродов таҳти шумораи 25 Алишер Холмуродов, рақами 4 Мирзоид Мирзомаҳмудов таҳти рақами 15 Фарҳод Амирӣ, рақами 7 Ҷамшед Ҳасанов, рақами 33 Никола Ҷуванович таҳти шумораи 3 Азамат Исроилов, рақами 8 Ҳуҷибой Зиёев, рақами 9 Муҳаммадалӣ Азизбоев ва рақами 21 Муминҷон Мелиев. хуб сармураббии даста Тоҳир Муминов. дастаи Саравшан дӯстони арҷманд чанд рӯз пештар яке аз бозиҳои мавқуфмондаи худро доир кард ки бозии даври 18 буд албатта ва онҷо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозӣ баргузор шуд байни дастаҳои Вахш ва Саравшан. ва хуб дар ҳамон рақобат дастаи Вахш бо ҳисоби 1-0 Саравшанро шикаст дод ва тавонист ки хуб 3 имтиёз ба даст биёрад. ин дидор рӯзи 7 баргузор шуда буд, амаки 3 рӯз пештар аз ин, ва охирин бозии дастаи Регартадаст бошад рӯзи 26 октябр баргузор шуда буд бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш ва онҷо дастаи клуби марказии варзиши Артиш муқобили Регартадаст бо ҳисоби 3-2 пирӯзӣ ба даст овард дар ҳамин варзишгоҳ, махсусан он рақобат доир гарида буд. ва он бозӣ ҳам хуб хулоса баъди қаҳрамонии дастаи Регартадаст дар ҷоми мамлакат буд. бозигарони дастаи Регартадаст ҳанӯз пурра барқарор нашуда буданд ва барнагашта буданд умуман ба ҳолати қаблии худ ва аз тими клуби марказии варзиши Артиш бо ҳисоби хуб 3-2 ниҳоят шикаст хӯрданд. қариб буд онҳо дар ҳамон бозӣ баъдан ҳатто камбек мекарданд ва бозиро ҳадякал баробар мекарданд, аммо ниҳоят чунин нашуд ва Регартадаст бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. баъд аз он бояд ин даста бар муқобили Равшани клуб бозии худро баргузор мекард, аммо ин дидор бо сабаби иштироки дастаи Регартадаст дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳои 2 Осиё мавқуф гузошта шуд ва хуб мо медонем ки дастаи Равшан сафар дошт ва бозии сафари худро бар муқобили Трактори Табризи Эрон доир кард. партов ба ҷаримагоҳи Равшан ва ин аввалин ҳуҷумҳои дастаи Регартадаст аст. Шараф Солеҳов кӯшиш кард ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад, аммо муқобили Фарҳод Амирӣ муваффақ намешавад ва инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон мегардад. хулоса дастаи Равшани клуб бар муқобили тими Трактори Табриз бозии даври 4-уми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои 2 Осиёро баргузор кард. онҷо мо медонем ки дастаи Равшан шикаст хӯрд. хулоса бо ҳамин сабаб буд ки бозии дастаҳои Регартадаст ва Равшан бозие ки бояд дар шаҳри клуб баргузор мешуд ба вақти дигар гузаронида шуд. ва ҳоло акнун ин бозӣ яке аз он рақобатҳое мешавад ки хуб дастаи Регартадаст пас аз ба поён расидани бозиҳои Лигаи Олӣ ки имрӯз охирин бозӣ аст, яъне бозии даври 22 аст, даста бозиҳои баъдии худро ҳатман бозии боқимондаи худро ки ба вақти дигар гузаронида шуда буданд доир хоҳад кард. барои мисол бозӣ бар муқобили Панҷшер, бозӣ бар муқобили Барқчӣ, бозӣ бар муқобили Истиқлол ва бозӣ бар муқобили Равшани клуб ахиран. ин 4 бозӣ ҳастанд ки ба вақти дигар гузаронида шуданд ва дастаи Регартадаст ҳоло бояд ки ҳамин бозиҳоро дар идома хуб доир кунад. ва медонед айни ҳол дастаи Регартадаст дар ҷои 7 аст дар ҷадвал ва дастае аст ки аз ҳама камтар бозӣ кардааст нисбати дигар тимҳое ки дар Лигаи Олӣ ширкат мекунанд. барои мисол инҷо дастаи Равшани клуб ҳаст ки 18 бозӣ дорад. дастаи Регартадаст ва Истиқлол ин дастаҳое ҳастанд ки ҳамагӣ 17 бозӣ доир карданд ва ҳарчанд ҳоло бозии даври 22 ҳам ки бошад, боз 4 бозии дигар ин дастаҳо бояд баргузор кунанд ва баъдан мавсим барои ин тимҳо ба поён мерасад. яке аз бозигарони дастаи Саравшан ҳоло дар замин хоб аст ва инҷо шояд ҳатто ба кӯмаки духтурон ниёз дошта бошад. бале, Насрулло Кабиров дар даст корти зар дорад ва дар ин миён даъват карда мешаванд духтурони дастаи Саравшан. қоидаи бозиро дар ҳамон вазъият Ёқубҷон Ахмедов аз ҳайати дастаи Равшани клуб аз ҳайати дастаи Регартадаст Турсунзода вайрон кард ва ҳоло ин бозингар бо корти зард
ҷазо ҳам дода шуд. бозингар ба по бармехезад. мо бори дигар ҳамон ҳолатро мебинем. аз пушт зарба зада шуд ба пои бозингари дастаи хуб Исаравшан ва ин Азамат Исроилов буд ки дар он вазъият осеб дид. ҳоло ӯ дубора ба по бармехезад. ва ё ҳоҷибои Зиёев буд. ҳоло коргардон ба мо ин дафъа ҳоҷибои Зиёевро нишон дод. Насрулло Кабиров бозигаронро водор мекунад ки интизор шаванд. шояд на балки аниқ аст ки бо ҳуҷраи ВАР дар робита аст дар ҳамин вазъият. Насрулло Кабиров бо Зуҳа Хуҷаназарова ҳоло атрофи шояд ин ки дар ҳамон ҳолат метавонад корти сурх нишон бидиҳад ё не суҳбат карда истоданд ва он лаҳзаро муайян карда истоданд. хулоса акнун ҳама чиз муайян мешавад. мухлисони дастаи Регартадазро ҳам мебинем дар варзишгоҳ ва бозӣ идома меёбад. Кор бо як корти зард инҷо ба поён мерасад. дар яке аз гӯшаҳои варзишгоҳи Талко Арена мухлисони дастаи Саравшан ҳам ҳастанд ки Саравшанро дастгирӣ доранд. Шараф Солиев ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. пас ва кӯшиши задани зарбаро ҳам кард дар ҳамин вазъият Шуҳрат Элмуродов, аммо тӯбро баргардонидан бозингарони Саравшан. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Саравшанро мебинем. дар марказ Саид Мухтор Азимов тӯбро бармегардонад ба дастаи Регартадаз. Шараф Солиев паси ӯ ба Фримпонг. бозам Элмуродов паси ӯ ин дафъа ба Жозеф Феумба буд, на ба Қосим Осуман аниқтараш. ва ҳоло аз хати дифоъ дигар бора дастаи Регартадаз ба ҳуҷум меравад. Қосим Осуман тӯбро аз дифоъгар гузаронида тавонист, вале баъдан бозингари дигари дастаи Саравшан тӯбро зада аз майдон берун кард. ин Мирзоҳид Мирзо Маҳмудов буд. ҳоло партов ба дохили ҷаримагоҳ. оғози аксулҳамлаи дастаи Саравшанро мебинем ки метавонад идома биёбад. Муминҷон Мелиев ба тӯб расида натавонист дар ин лаҳза ва дарвозабони дастаи Регартадаз бо тӯб. تو در رسید روزابونی دسته سرافشان است ҳоло. از оғози ин рақобат аллакай 10 дақиқа гузашта то бештар аз он ва ҳисоб ҳамон тавре ки буд боқӣ мондааст 0-0 ва ҳуҷумҳои хубу зарбаҳои хуби бозингарони дастаҳои Регартадаз ва Саравшанро мо то ин дам эҳсос намебинем.
فریمپونگ مجبور بشد که توپ را دوباره به خط دفاع برگرداند. این بازیگر بازیگزاری غیر عادی بازیگران رگارتا داز رو می‌بینیم. پاسی حاصل به تیمیروف با مرکز و اکنون تو دریافت توپ از جانب بازیگران ایسراوشان. محمد علی عزیزباєв بسیار عادی و زیبا توپ رو در اختیار دستش نگه داشت و پشت پای او پاس داد باقی. برخوردی محمد علی عزیزباєв و سید مختار عظیمov رو ما در مرکز میدان دیدیم. اینجا نیمه حمایتگری دسته رگارتا داز موفق تر بود، توانست توپ رو در اختیار دسته خود نگه دارد. قاسم عثمان قاسم با مرکز شورا دلمرادوف تو بازن در اختیار بازیگران سراوشان و مقابل عزیزباєv قاعده بازی ویران می‌گردد. اینجا توپ از میدان بیرون شد و دروازه‌بان دسته رگارتا داز دوباره باید که توپ را به بازی دارد. شورت المرادوف هجومی دستش رو ادامه میدهد. فریمپونگ از پای افتید و لغزید و اوت و فایده رگارتا داز. حمله‌گری دسته رگارتا داز این موسم برای دسته رگارتا داز خیلی کمکی خوب زیاد کرد، مخصوصا در بازی جام تاجیکستان اگر بگیریم. این دسته یکی از آن این بازیگر در دسته یکی از آن بازیگرانی بود که تاثیر بسیار کلان داشت برای با خوب قهرمانی رسیدن دسته مذکور در جام. میدونید بازی بر مقابل خوجند عموما قبل از این بازی بر مقابل استقلال در دور نیم نهایی دو بازی در دور چهارک نهایی بر مقابل شادمانی هیسور که در عموم به نفع دسته رگارتا داز جنبش شد. بازی بر مقابل برخچی هیسور در دور هشتگ نهایی در همه این بازی‌ها تاثیر خیلی کلانی لیگنرهای دسته رگارتا داز رو ما دیدیم، مخصوصا حمله‌گر این دسته فریمپونگ یکی از آن بازیگرانی بود که خیلی زیاد کمک کرد به دسته رگارتا داز. البته همه بازیگران به همین خاطر در یک تیم نگاه داشته میشوند که به دسته کمک کنند. هجوم نوبتی رگارتا داز رو میبینیم. پس با سمت جریمه‌گاه و سید مختار عظیمov تا آخر مبارزه میبرد اما در این حالت به توپ رسیدن نتوانست. تو در اختیار دفاعگران دسته رگارتا داز. خوب در مرکز میدان تو در اختیار بازیگران دسته ایسراوشان
و الان دوستان ارجمند همان 15 دقیقه به قول اول آموزشی الان پشت سر شد. در بسیاری از بازی‌ها 15 دقیقه اول دسته‌ها نسبتاً خاموش‌ترند و آرومتر بازی میکنند. بیشتر شکل بازی رقیب رو نگاه میکنند، بیشتر تلاش میکنند که اشتباهی کلان نکنند، در آغاز رقابت به دروازه خود گل سر ندهند، به خاطر که این چیز میتواند رفت بازی رو کلاً تغییر دهد. و پس از دقیقه 15 الکی کاری اساسی رو شروع میکنند. حالا ما امیدوار میشیم که دسته‌های رگات دست و ایسراشان هم همین کارو میکنند. صدا شکی دوار این معنی رو دارد که قاعده بازی ویران گردیده است و وضعیت استانداردی به فایده بازیگران ایسراشان. محمد علی عزیزبایف ببینید چگونه آرام و به یگان دودیلگی توپ رو گرفت و در حال با بازی رو در حالی که میتوانست دستایش رو به جریمه‌گاه برد، ارسال کنه توپ رو به جریمه‌گاه و از این وضعیت استانداردی خوبتر و بهتر استفاده برند بازیگران این دسته. المرادوف پس جانب شرف صالح اما این حالت رو فرهاد امیری برطرف میکند و توپ رو دوباره برمیگرداند به اختیار بازیگران ایسراشان. در تاریخ بازی بین خودی دسته‌های رگات دست و ایسراشان این بازی 28م است که اینو دسته بین هم برگزار میکنند. اولین بار سال 1992 در دوره رقابت لیگ اولی بازی کرده بودند و آنجا رگر با حساب 4-0 ایسراشان رو شکست داده بود. با همان حسابی که در آخرین ال کلاسیکو بارسلونا ریال مادرید رو شکست داد. و خب اگر ما با پیروزی دسته‌ها در رقابت‌های بین خودی نگاه کنیم، دسته رگات دست 70% بازی‌ها را به نفع خود جنببست کرده است در دیدار بر مقابل ایسراشان. در تاریخ بازی‌های بین این دو دسته 19 غلبه دارد این دسته و 3 بازی بین این دو تیم مساوی شدند و 5 بازی دیگر را دسته ایسراشان به فایده خود جنببست کرده است و یکی از آخرین بازی‌هایی که ایسراشان در آن پیروز شده بود این سال 2022 بود با حساب 2-1 محض در همین ورزشگاه در دور 15 لیگ اولی دسته ایسراشان رگات دست رو شکست داده بود. بعد از آن 2 بازی دیگر دسته‌ها با هم کردند. در هر دو بازی‌ها رگات دست با یک دفعه با حساب 2-0 یک دفعه دیگر با حساب 1-0 ایسراشان رو شکست داد و خب یعنی ایسراشان در 2 بازی اخیر بر مقابل رگات دست حتی 1 گل هم زده نتوانسته است. شیرزاد نتوانست رو در اختیار خود نگه دارد. محمدیف و ایجاد با فایده دسته رگات دست دوباره به میان میآید. سید مختار عظیموف پسیو هجوم نوبتی دسته رگات دست رو میبینیم. زیندین رحیموف هم به مانند ما و شما از کنار ایستاده با دقت بازی رو تماشا کرده ایستاده است و انتظار است که در کجای از این رقابت یا اینکه در کدام یک دقیقه از این رقابت حتما اتفاق میافتد و بازی خوبتر و جالبتر می شود. حالا توپ از میدان بیرون می شود و
دوباره دروازه‌بان دسته رگاتاداس بازی رو ادامه خواهد داد. مخلصون دسته سراشان بازم فعال میشوند و حالا هجوم نوبتی دسته رگاتاداس رو میبینیم. از کناری راست ادامه می‌یابد حمله. شرف صالحов پرتابی بلندی و بعد داخل جریمه گل و توپ در دست دروازه‌بان دلرجان براتوف. خود بازی بران می‌شود این دفعه. مقابل بازیگر دسته رگاتاداس. شیرزاد محمدیف از پا افتاده شد و اکنون از این وضعیت استانداردی حتی بازیگران دسته رگاتاداس میتوانند راست ضربه بزنند. سعید مختار عظیموف در نزد توپ قرار دارد و محض او است که در این حالت آمادگی میگیرد برای اجرا کردن ضربه. مسافه خیلی درست و دروازه مخلصان رگاتاداس گل رو انتظارند اما اگه گل میگویند در این حالت صداشتکی دوار عظیموف ضربه او تو به دیوار دفاعی بر میخورد. سعید مختار عظیموف عموما یکی از اون بازیگرانی است که ضربه های بسیار خوب دارد و عموما در قطار شاید بهترین بازیگرانی عموما در لیگ اولی بوده باشد که ضربه های بسیار سخت دارد. و اینجا ملیف بعدی ضربه سعید مختار عظیموف با احتمال زیاد نمیتواند با پا راست ایستد. حالا من میخواستم در مورد ضربه های سخت سعید مختار عظیموف بگم اما دیگر حجت نیست. الکی ملیف گفته های من رو تصدیق کرد و امیدوار میشم که او آسیب نگرفته باشد و بازی رو ادامه بدهد به خاطر که یکی از بازیگران مهمی خط هجومی دسته استراشان ماز مومین جان ملیف است. در بازی بر مقابل دسته پنچر بر مقابل دسته وخش مثلا که اونجا با حساب 1-0 دسته سراشان شکست خورد. ملیف قریب بود که با زدن گل دست می‌یافت و حساب رو برابر می‌کرد. عموما اونجا مهارت والای دروازه‌بان دسته وخش باعث بر آن شد که مومین جان ملیف با زدن گل موفق نگردید در نهایت. در اختیار بازیگران دسته رگاتاداس برت یک وایه پاسی طولونی در اجرای اسیلبک تمیروف بود اما پاسی او نگذاشت و حالا اسیلبک تمیروف دوباره با توپ قرار دارد. ژوزف اومبا ضربه او فرهاد امیری توپ رو برمیگرداند. اینجا محمد علی عزیزبایف با دست بازی کرد. رسول کبیرов اجازه میدهد که یک توپ در اختیار بازیگران رگاتاداس بود بازی ادامه بیابد. چون این اجازه داد باز یک کوشش دیگری بازیگران رگاتاداس و سراشانی ها چی کار میکنند؟ بازیگران دسته سراشان دو بار به توپ نزدیک شدن دو بار با دست بازی کردن. عجب. فرهاد امیری حالا خود رو ناراحت احساس کرده ایستاده است. با او چی شد در این وضعیت؟ بله با دست بازی کرده است بازیگری دسته سراشان ولی حالا فرهاد امیری هم با پا برمیخیزد
بازی رو ادامه خواهد داد. باز یک وضعیت استانداردی دیگر. اسیلبک تیمیروف این دفعه ناموده میکند توپ رو، اما سید مختار عظیموف هم در یک کنار با او هست. نه، سید مختار عظیموف من توجه ندارد به این وضعیت. اسیلبک ضربه راستی و جانبی دروازه و دروازه‌بان برمیگرداند. پرتاب نوبتی شیرزاد به داخل جریمه‌گاه، توپ در دستی دروازه‌بان. فشار میارن بازیگران رگرت از برای گرفتن توپ. اوت با نفی دسته میزبان. قاسم عثمان، شهزاد محمدی دوباره این بازیگر با توپ قرار دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه سرافشان، توپ از میدان بیرون کرده می شود. المرادوف در حال توپ را زد به بازی می دارد. شهزاد محمدیف پسیو به عقیب. اسیلبک تیمیروف، جوزف اومبا، بازیگر سلطانی دیگری او با قسمت میدانی سرافشان و اکنون امکانیت برای بازیگران سرافشان. من با عکس الهجوم نمیرود این دسته، بلکه کوشش میکنند بازیگران تیم مذکور پیش از همه توپ رو در اختیار خود نگه دارند. شرف صالح توپ را از دست داد. رقابت باز هم در قسمت میدانی سرافشان ادامه می‌یابد. پایده بازی رو بازیگرانی رگرت از ویران کردن. اکنون دوباره رقابت ادامه می‌یابد. شهزاد محمدیف پسیو با مرکز. قاسم، اشتباه نوبتی شهزاد، توپ را از دست می‌دهند بازیگران دسته سرافشان دوباره و هجوم رگرت از کنار چپ ادامه می‌یابد. حالا پاس یکم درست باشد، اگر حتما پاس دوم خطا است. ما این چیز رو از جانب هر دو دسته هدایت دادیم و اینجا باشد قاعده بازی رو ویران میکند. اکنون بازیگر شماره 7 جمشید حسنوف از هیئت سرافشان بر مقابل قاسم عثمان و یک وضعیت استانداردی خوبی دیگر به فایده بازیگران رگرت دست و میان میآید نزدیک به جریمه‌گاه سرافشان. حالا نیم ساعت از آغاز بازی دسته‌های رگرت دست و سرافشان میگذرد. محمدیف در نزدیک توپ قرار دارد، کاپیتان دسته. شکیدوار شهزاد محمدیف، پرتابی او امکانی زدن ضربه بود با سر، اما بازیگران رگرت دست نتوانستند از این فرصت استفاده برده و امکانیت از دست رفت.
ҳуҷуми навбатӣ дасти ҳаракат аз маркази майдон оғоз мешавад. умидҷон мелиев тӯбро гузаронда тавонист, вале баъдан ӯ аз по афтид ва акнун довар ҳам зарбаи ҷаримавиро таъин мекунад дар ин ҳолат. Жозеф Феумба бо ӯ бархӯрд. мирзо маҳмудов дар назди тӯб аст. садошактор аллакай баланд шуд ва мирзо маҳмудов омода мешавад барои задани зарба ё ин ки умуман ирсол кардан. зарбаи ӯ чӣ кор кард ин бозингар? аз ҳамон мавқеъ дарвозаро мехост нишон бигирад, дар ҳоле ки дигарон интизори тӯб буданд ва тӯб умуман ҷониби дарвоза нарафт. ҳуҷуми навбатӣ дастаи Регарта даст. Фримпонг дар ҷаримагоҳ қарор дорад. Паси ӯ ба Муҳаммадиев. имконият барои задани зарба ва аммо зарбаи задаи Шӯҳрат Элмуродов на он қадар хуб буд. дарвозабон Далерҷон Баротов дар он вазъият тӯбро ба дасти худ гирифт. тӯб дар ихтиёри бозингарони Саровшан боқӣ мемонад. қоидаи бозӣ инҷо бар муқобили Ҷамшед Ҳасанов вайрон гардид. тӯбро бо инавбатӣ бозингарони дастаи Регарта даст. Шараф Солеев ҳоло аз канори рости хати ҳуҷум бозӣ карда истодааст. албатта дар оғоз ӯ аз тарафи чап бозӣ кард ва ҳоло ӯ баргашт ба мавқеъе ки бояд онҷо бозӣ кунад. ба хотире ки Шарафҷон Солеев ин бозингаре аст ки бо пои чап бештар бозӣ мекунад, яъне пои чапи ӯ фаъол аст ва аз канори рост бозӣ карданаш ҳам мантиқӣ аст, чун аз ҳамон мавқеъ ӯ метавонад як нафарро фиреб диҳад ё умуман ба самти марказ каме ҳаракат кунад ва зарбаҳо бизанад ҷониби дарвоза бо пои чап. рақобат дар марказ. Саид Мухтор Азимов тӯбро бармегардонад ба Регарта даст. паси ӯ инҷо аквае борте буд ба Фримпонг ки баъдан Фримпонг тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта натавонист. ҷамшед тӯбро аз даст дод ва қоидаи вайронкунӣ ӯ бар муқобили Қосим Усман. саҳнаи такрори ин вазъиятро мебинем. тӯб дар ихтиёри бозингарони Исаравшан. мирзо маҳмудов. инҷо Никола Ҷуванович тӯбро ба ақиб баргардонд ва ҳоло аут. Зайниддин Раҳимов. интизор аст ки кай шогирдони ӯ фаъол мешаванд, кай гол мезананд, кай муваффақ мешаванд. инҷо аз ишораҳои ӯ мо ин чизро эҳсос мекунем. умидҷон Мелиев рақобат мекунад бо
асилбек темиров барои ба даст овардани тӯб ва муваффақ ҳам мешавад мелиев. аут ба фоидаи дастаи Саравшан. ҷамшед ҳасанов дарҳол тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. ҳасанов фарҳод амири омодааст ки ба ӯ кӯмак кунад. фарҳод амири партоб ба дохили ҷарима гоҳ имкон барои задани зарба ва ҳоло фурсати дуюм ҳаст. ин дафъа як партоби дигар дарвозабони Регарта даст. аввалин шуда ба тӯб расид ва ҳолати мушкилро бартараф карду. бозам бо тӯб бозингарони дастаи Саравшан қарор доранд. Азамат Исроилов бо тӯб ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Саравшан. аввалин ҳамлаи ҷиддӣ хавфнок ва наздик ба гол дар иҷрои бозингарони Саравшан буд дар дидори имрӯза ки онро Иброҳим Исмоилов дарвозабони дастаи Регарта даст бартараф кард бо ҳамон як расише ки дошт. аз ҳуҷраи вар ба гӯши Насрулло Кабиров чизе мегӯянд ва ӯ ишора мекунад ки ҳоло як лаҳза мунтазир шаванд бозингарон. خب ما صحنه تکرار رو میبینیم. خب سکنون اجازه داده شد ضربه نوبتی جانبی دروازه رگارتا دست. اکوای این حالت رو برطرف کرد. صورت افزای فریمپونگ برای گرفتن توپ و تا آخر مبارزه رو ادامه میدهد. اوت با فایده رگارتا دست. شمراد است توپ رو زده از میدان بیرون کرد در این حالت. شرف صالح در حال توپ رو با بازی می‌دارد و رقابت ادامه می‌یابد. اکنون سرعت بازی دسته‌های رگارتا دست و سراوشان کمی هم باشد بهتر می‌شود. با تو بازیگران رگارتا دست باز هم قرار دارند. تمیرов پس با شرف صالحov. شرف دوباره برگشت به کناری چپ خط هجوم. صالحov پس با مرکز المرادov. حالا بازیگران خط نیمه حمایت دست رگارتا دست کمتر فعالند. پس خوبی سید مختار رسیمov با کنار پرتاب به داخل جریمه گاه. وگرنه در حالی که خط نیمه حمایت فعال شود حتما برای حملگران موقع و امکانیت ضربه ها جانبی دروازه رقیب می شود. مخصوصا در خط نیمه حمایت شهرت المرادov و سید مختار رسیمov باید موقع خود را درست معین کنند و فعالتر شوند. و میدونید یک خوبی دیگری بازی خط نیمه حمایت دسته رگارتا دست این است که آنها قدرتی خودشون جانبی دروازه رقیب ضربه زدن رو هم دارن. اگر مثلا در یک بازی رفت و بازی فریمپونگ با قول من نچسبید و بازی او خوب پیش نرفت، بازیگران خط نیمه حمایت میتونن این کارو کنن به جای حمله‌گر. مخصوصا سید مختار رسیمov با ضربه‌های خوبی خود بارها این رو اثبات کرده است که میتواند گل بزند و عموما بازی دستش رو به پیش برد. هجوم نوبتی سراوشان جمشید حسنov ارسالی او به داخل جریمه گاه توپ از میدان زده بیرون کرده می شود. در همین وضعیت کمتر از 5 دقیقه دیگر توپ پایانی قسم یکم بازی دست و وقت باقی مانده است. حالا خود بازی ویران میشود و دروازه‌بانی دسته رگارتا دست اکنون توپ رو دوباره به بازی وارد خواهد کرد. خلال رسوندن به دروازه‌بان برای حرکت کردنش. شورت المرادov پس به سید مختار رسیمov. شرف جان صالحov. شرف صالحov
مجبور شد که توپ را به سید مختار عظیموف برگرداند. یکی از بازیگران دسته سرافشان از پای افتیده بود، اما داور اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. کاپیتان دسته سرافشان محمد علی عزیزبایف اعتراض میکند به داور برای این و توپ زده از میدان بیرون کرده می شود. فرهاد امیری در زمین خوب است. سالا ما میبینیم که چی شد با او اینجا شرف صالحов باید مجازات شود برای این عملی که داشت. با دست برای فرهاد امیری زد و فرهاد هم عموما با پا بر نمیخیزد بعد این حالتی که به زمین افتاد. او میدوند که باید چیکار کند تو جزا ندهند. شرفجان صالحов رو این بازیگر با پا برخیستنی نیست. حالا ما انتظار میشویم که از حجره ور که اونجا زوال خوشنظر و داور اساسی است و شریفبek نورالدینов با او کمک میکنند با گوش نصرالله کبیرов چی خواهند گفت. شاید نصرالله کبیرov به نزد اکران ور دعوت کرده شود و خودش اونجا حالت رو از نزدیک ببیند و شاید هم نه. و بعدا از روی عدالت، از روی دانش داوری و از روی اون خب چیزایی که خب معین شدن جزا خواهد داد. این معلوم است که برقصدانه بود این عمل شرف صالحов، معلوم است. با پشت دست یک شپاتی زد برای فرهاد امیری. شاید داور کارت زرد بدهد، اما من داور نیستم که حالا خلاصه گیری کنم و شاید هم کارت سرخ. کارت زرد و خود شرفجان صالحов هم روزی است از اینکه با او کارت زرد میدهند. میدونید که او بر قصد کار کرد. خب اینجا اکنون بحث‌ها به پایان میرسند و ما بار دیگر همون حالت رو میبینیم. البته یکی از مشکل‌های اساسی در فوتبال ما، البته در فوتبال در همه جا میشود این گونه که نفهمی‌ها و برخوردها، شاید تنش‌های لفظی، اما یکی از مشکل‌های اساسی در فوتبال تاجیک محض این خب بعضی وقت به ادبی کردن بازیگران ما است در میدان. خب سخن‌های خبری زیاد میگن باز دید یک دیگر، حتی بعضی وقت حتی زن و زنی هم میشود. ما این چیز رو در همین دو سه دوره اخیر چند دفعه است که میبینیم. رقابت بین دسته‌های اگر خطا نکنم خوجند و سرافشان بود، اونجا چگونه یک حالت نفهمی زیاد پیش اومد. حتی سروانی دسته سرافشان با همین خاطر حالا در حیات دسته نیست. الهام جان براتوف که اونجا و حتی با بازیگر دسته خوجند یک دیگر رو چند مشتی هم زدند و از فوتبال یک مدت این بازیگران دور کرده شدند. و امروز خلاصه بازم این حالت رو میبینیم. اصلا این یک وضعیتی بود که نه اونقدر جدی، ولی به هر حال همین گونه وضعیت‌ها اگر در فوتبال ما نباشند و بازیگران ما پیش از همه عصب‌های خود رو اداره کنند، خب احترام یکدیگر رو به جا بیارن، فکر می‌کنم رفتی بازی‌ها کلاً زیباتر و دیگر خواهد شد. محمد علی عزیزبایف هجوم نوبتی دسته سرافشان رو ادامه میدهد. پس او به کنار دقیقه دوم ایلاوه کرده داور علاقه جریان دارد و فرصت می‌دهد بازیگران سرافشان در نزد جریمه‌گاه رگرت دست عظمت اسرائیلوف. پس او باقی حجوب زیایف کرات رو به خط دفاع برمیگرداند. پس بعد دروازه‌بان گویا که قرار از دسته‌های رگرت دست و سرافشان نیمه اول را بدون گل به پایان رسانند. شرف صالحov پس او به مرکز اکبایه پس میدهد به سید مختار عظیموف. ارسال به کناری راست شهرزاد محمدیف پرتابی او امکانیت برای شهرت المرادوف ضربه واسه ویولی در زبانی سرافشان. دلرجان براتوف
از گل احتمالی دسته سرافشان را نجات می‌دهد در این وضعیت. بازی زیبای بازیگران را گرد از در ثانیه‌های پایانی قسم یکم اینجا دیده شد و اما این مهنت و این زحمت آنها را در زبان سرافشان قبول نداشت و او با یک جایش خود و با یک سیو خود این همه را برطرف کرد. تو از کنج میدان با بازی در آورده می شود. ضربه نوبتی جنوبی در حوزه سرافشان برطرف شد. دو باز هم اجازه میدهد که بازی ادامه یابد و وقت خیلی کم هم هست. اکنون صدای شکی نصرالله کبیرов را هم میشنویم. قسم یکم رقابت اخیراً به پایان رسد بدون گل 0-0 و یادآور میشم که این بازی دور 22 است در لیگ عالی. حالا با تلفظ میروند دسته ها ما هم کمی استراحت میکنیم بعدا به قسم دوم برمیگردیم.
مخلصان فوتبال بینندگان ارجمند، ما به قسم دوم بازی دسته‌های رگارتا دست و ایسر روشن برمیگردیم. این بازی دور 22 لیگ اولی است بین دسته‌های رگارتا دست و ایسر روشن که در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده دایر شده است و بعد قسم یکم حساب حالا 0-0 است در این رقابت. و در آغاز قسم دوم تغییرات می شود. در هیئت دسته ایسر روشن حجیبوی زیوف تحت شماره 8 از میدان گرفته می شود. با جای او رقمی 77 خورشید عبداللهیف با میدان می براید. در هیئت احتیاطی دسته ایسر روشن بغیر از خورشید عبداللهیف همگی سه بازیگر دیگر است که بعدا من در موردشون خواهم گفت. اینجا باشد صدای شکی داور بلند می شود. بازی بین دسته‌های رگارتا دست و ایسر روشن دوباره شروع می شود از مرکز میدان و دسته‌ها رقابت رو اکنون ادامه میدهند برای به دست آوردن 3 امتیاز در این دیدار. خب با هیئت دسته رگارتا دست توجه میکنیم. رقمی 1 ابراهیم اسماعیلوف، رقمی 22 یعقوب جون احمدوف، تحت شماره 14 ژوزف فیوم 44 نفرش ژوزف فیوم، رقمی 5 قاسم عثمان، رقمی 66 اسیل بکتمیرف، رقمی 55 اکوای بورتی، 8 سید مختار عظیموف، 14 شهرت المرادوف، 47 شیرزاد محمدیف، 7 شرف جان سولیف و 9 کوادو فریمپونگ زیندین رحیموف سرمربی دسته رگارتا دست. با هیئت تیم ایسر روشن می‌نگریم که اکنون یک تغییر در هیئت این دسته هست. دلیر جان باروتوف، رقمی 1 رقمی 19 دلیر شامرادوف، 25 علیشیر خولمرادوف، 4 میرزا محمودوف، 15 فرهاد امیری، 7 جمشید حسنوف، 33 نیکولا جوانویچ، 3 نظامت اسرائیلوف، رقمی 9 عزیز بویف محمد علی، رقمی 21 مومن جان ملیف و رقمی 77 خورشید عبداللهیف که نوک از هیئت احتیاطی با جای حجیبوی زیوف با میدان برآمد. دلیر جان مومینوف سرمربی دسته ایسر روشن. با تو بازیگران دسته ایسر روشن اکنون قرار دارند. من رگارتا دست گفتنی بودم که بازیگران رگارتا دست رو با رقیب تقدیم کردن در این حالت و در این بازی یادآور میشویم که داور اساسی نصرالله کبیروف است. البته در قسم یکم نصرالله کبیروف کار برایش نه اونقدر مشکل بود بغیر از 2-3 حالت بحث برانگیزی که به میان اومد، مخصوصا اونجایی که شرف جان سالیف برای فرهاد امیری با دست ضربه زد و ضربه زده او باعث بر آن شد که چند دقیقه رفتی بازی منع کرده شود و داور به اکران ور توجه کند در آن حالت و بعدا کارت زرد بدهد به بازیگر دسته رگارتا دست. خب اینجا قاعده بازی را سید مختار عظیموف ویران کرد. اکنون بازیگران دسته ایسر روشن دوباره توپ را به بازی می‌آورند. اگر ما نیمه اول را در عموم به خاطر بیاریم، قسم یکم رقابت از جانب هر دسته قریب یک خیل برگزار شد. دسته بیشتر در مرکز با توپ بازی می‌کردند و در حمله ها ما هجوم کننده های این دسته را کمتر می‌دیدیم، مخصوصا حمله‌گران این دسته ایسر روشن رو. و خلاصه در لحظه های آخری قسم یکم هر دو تیم کمی فعالتر شدند، مخصوصا بازیگران دسته رگارتا دست و همان یک ضربه که در آخرین لحظه ها زد شهرت المرادوف قریب بود که با گل انجام می‌یافت. اگر اونجا مهارت والای دلیر جان باروتوف در دروازه‌بان دسته ایسر روشن نمیشد، پس با احتمال زیاد ما حساب 1-0 را نقطه‌اش در قسم یکم در لحظه های پایانی آن می‌دیدیم. ولی چنین نشد. دروازه‌بان دسته ایسر روشن دستش را برابر نگه داشته توانست با رگارتا دست و خلاصه بازیگران ایسر روشن هم در آخری قسم یکم فشار آوردند و حتی 1-2 هجوم خوب هم داشتند و با همین قسم اول به پایان رسید. اسیل بکتمیرف توپ را در اختیار خود نگه داشت. احمدوف پس او با ژوزف فیوم بود. حالا سید مختار عظیموف در مرکز با توپ قرار دارد. شیرزاد محمدیف اشتباه کرد در اجرای پس و توپ از دست رفت برای بازیگران دسته رگارتا دست.
تو بازیگرانی سرافشان و کوشش آنها برای به حمله رفتن. عبداللهف مخصوصا بازیگری که از اتیوپی به میدان آمد، اینجا پاس داد به مومین جان ملیف، اما خب توپ رو در اختیار خود در آن نوبت بازیگرانی سرافشان نگه داشته نتوانستند. خب در مرکز میدان البته 5 دقیقه از آغاز قسم دوم گذشت و نیمه دوم هم عموما شباهت دارد، مانند است به همان قسم یکم و این دو تیم حالا با همون آرامی و با همون شکلی که در قسم اول بود بازی میکنن. پس سید مختار عظیموف بکندار به شرف صالحов، هجومی نوبتی دست رگات از رو صالحов ادامه میدهد، پس زمینی با مرکز جریمه گو و برطرف شد احمدوف، پس او با شورا دلمرادوف. شرف جان صالحов با مشکلی توپ رو دوباره به اختیار خود برمیگرداند. حالا از کناری راست باز یک کوششی دیگری شرف صالحов رو میبینیم، پس او با مرکز امکانیت برای سید مختار عظیموف، پرتابی اولی او جانبی فریمپونگ و نه چندان ضربه خوبی حملهگری دسته رگارتا است، اما در زبان سرافشان هم اشتباه کرد و ضربه کنجی اکنون به میان میآید. ببینید چگونه موفق بود این ارسالی تو، اما فریمپونگ لغزید و ضربه زدن نتوانید در آن حالت. این ضربه کنجی علاقه استفاده برده شد از جانب بازیگرانی رگارتا است و توپ از میدان بیرون شد. حالا در زبان سرافشان باشد اینجا توپ رو دوباره به بازی می‌دارد. هجوم نوبتی رگارتا دست شروع می شود. شرف صالحов، شورا دلمرادوف، بازم پاسوی کوتاه و حرکت‌های بازیگران دسته رگارتا دست رو می‌بینیم. سید مختار عظیموف پرتاب نوبتی او به خط هجوم، این دفعه دفاعگری دسته سرافشان اولین شده به توپ میرسد میرزاهید میرزا محمودوف. و خب در قسم دوم حالا پاس‌های دقیق بازیگران رگارتا دست بیشتر به نظر میرسد و عموما وقتی که آنها 3-4 نفر در یک جایی بازی میکنند با پاس‌های کوتاه و دقیق خیلی عالی است بازیشون. هجومی دسته سرافشان، عبداللهف نتوانست به جمشید حسنوف پاسی درست بدهد. و اکنون حمله جوابی دسته رگارتا دست، توپ در داخل جریمه گو، ضربه و گل. فریمپونگ اخیرا به زدن گل دست می‌یابد و او حرکت‌هایی را میکند که قبلا کریستیانو رونالدو در میدان‌های بزرگی فوتبالی میکرد. هنوز اما در چمپیونات عربستان سعودی همین کار را میکند و اینجا مخلصان دسته رگارتا دست جشن میگیرند این گل را همراه با فریمپونگ. عجیبترین مخلص و سربازی دسته رگارتا دست در اکران‌های ما و شما است و شاید خوبترین نفر. اینجا از دفاعگر گذشت و ضربه زد جانبی دروازه سرافشان. میرزاهید میرزا محمودوف مقابلیت کرده نتوانست بر مقابل فریمپونگ. حالا اکنون حساب 1-0 می شود. پس شیرزاد محمدیف هم در این وضعیت خیلی خوب بود، او راست توپ رو به داخل جریمه گاه روان کرد، باور داشت که حمله‌گری دستش حتما توپ رو میگیرد و موفق می شود. بعد از این گل که در دقیقه 9 قسم دوم زده شد، شاید رفتی بازی دسته ها تغییر بیابد، شاید دسته سرافشان بازی بهتر نشون میدهد، شاید خودی رگارتا دست اکنون در حمله ها زیادتر دیده شود.
فشار میارن بازیگران سرافشان. خب در قسمت میدانی دسته ریگارد دست ادامه داره. 5 نفر از هیئت سرافشان حتی 6 نفر در این میدان ریگارد کوشش میکنند برای گرفتن توپ. شهرت پس به فریمپونگ خود بازی مقابلی حمله‌گری دسته ریگارد از ویران میگردد. اوت با فایده ریگارد است. یعقوب جان احمد دفت برازد با بازی در آورد. اینجا صدای شکی داور بلند می شود. باز هم اوت است. دلر شما رودوف رو با بازی می در آورد از اوت و نیکولا اشتباه کرد. سید مختار عظیموف پس با شرف سولیف. شرف جان سولیف در کرد برای پس دادن و خودی هجوم رو ادامه میدهد. حالا فریمپونگ میخواست رو برگرداند اما موفق نشد. ولی سید مختار عظیموف است برای برگرداندن توپ. او همین کارو کرد. توپ رو برگرداند دوباره بعد از سیر گرتد است. در اختیار بازیگران سرافشان. با حمله میروند از بازیگران ریگارد دست. اینجا خود بازی ویران نشد مگر در لحظه که میرزا محمودوف برخورد با بازیگری دسته ریگارد دست و با احتمال زیاد اون شرف سولیف بود. صحنه تکرار رو ما میبینیم. شرف سولیف علاقه با پا برمیخیزد ولی به هر حال نصرالله کبیرов هنوز صحبت کرده ایستاده است با داورانی که در حجره ور هستند. شاید نیاز با این پیدا گردد که خود داور به نزد اکرانی ور برود برای سنجیدن همین لحظه. ما انتظار میشویم. دوباره صحنه تکراری همان لحظه رو میبینیم. میرزا محمودوف چنین به نظر میرسد که شرف جان سولیف رو برقصون زده از پا افتانده است و شاید این هم به خاطر بود که در قسم اول ما شرف سولیف در لحظه اخیر فرهاد امیدی رو بود است البته یک شپاتی برویش زد ولی احتمال دارد که این حالت تصادفی بود که بین بازیگران اتفاق افتاد. حالا اکنون رفتی بازی من می شود و داوران می سنجند حالتی به میان آمده را. انتظار می شویم قرار نهایی دوم رو. و نصرالله کبیرov اکنون دعوت کرده می شود به نزد اکرانی ور
بله حالا او خودش میبیند اون وضعیت را بعداً خلاصه گیری میکند که با شرف صالحیف چی شد و آیا میرزا محمودوف برخزانه را زده از پا افتاند یا نه. صحنه تکرار رو میبینیم. فریمپونگ پاس میدهد به شرف صالحیف. میرزا محمودوف با یک رسش شرف صالحیف را از پا میافتاند، با پشتی دست او را میزند در همان حالت. از هر زاویه‌ای که ما بخوایم میتوانند برای ما این حالت رو نشان میدهد کارگردان. دوباره توجه میکنیم. رسول کبیرов اینجا میخواد یک بار دیگر همان حالت برای او نشان داده شود و لحظه پس حالت افساید سنجیده میشود فکر میکنم در این وضعیت. و اینجا هم حالتی که با پشت دست بعد پسی فریمپونگ که محض با پشت پای جانبی شرف صالحیف بود ضربه زدن میرزا محمودوف رو برای شرف جان صالحیف میبینیم. حالا برای دوباره خلاصه گیری کردن در این وضعیت کمی مشکل تر میشود. داور رو مشورت میکنند بازم با یاوران خود. خلاصه نیویی فکر میکنم این چنین است که بازیگری دسته استراوشان خود بازی رو ویران کرده است، ولی به خاطر خود ویران کنی تنها ور لازم نیست و این سنجش به اون خاطر است که احتمال نشان دادن کارت سرخ است. میدونید و این خاطر دوباره این وضعیت رو سنجیده شده است که آیا در این وضعیت کارت سرخ نشان دادن ارزش دارد یا نه. نصرالله کبیرov به میدان برمیگردد بعد دیدن لحظه های تکراری و فکر میکنم چیزی نیست یا چی حالت رخ داد. نه چیزی نیست و آنجا خود ویران کنی حتی حسابی دیده نمیشود اون برخورد. اکنون داور اجازه میدهد که دوباره بازی ادامه بیابد. азамат исроилов асилбек муқобили ӯ истодагирӣ мекунад. темиров ва тӯбро дар ин ҳолат бармегардонад. партоби навбатӣ ба ҷаримагӯи дастаи регарта даст. тӯб дар дасти иброҳим исмоилов. خب در حالت احتیاطی دسته سراوشان با غیر از خورشید عبداللهیف که الکی به میدان آمد در آغاز قسم دوم با سه بازیگر دیگر هست. سلطانبek فوزیلوف، بختیار عبدالرحمانov و بهزاد حکیمov بازیگرانی هستند که سرمربی میتواند آنها را به میدان بیارد. حالا ضربه سعید مختار عظیمov خیلی خطرناک جانبی دروازه سراوشان، اما توپ از دروازه دورتر میرفت. سعید مختار عظیمov اولا تصمیم گرفت که به کنار چپ پاس بدهد، ولی وقتی دید جانبی دروازه امکانی زدن ضربه هست و کوشش کرد که ضربه زند. جوزف امبا شهرت المرودوف فریمپونگ پس شهرت المرودوف رو قبول کرد، اما بعدا بر مقابل قاعده بازی در مرکز ویران گردید. در حال شیرزاد توپ رو به بازی می‌دارد. شرفجان صالح فوشد حمله دستش رو می‌خواهد ادامه بدهد. حرکتی او به سمت مرکز، پرتاب به داخل جریمه گو، ضربه با سر در اجرای سعید مختار عظیمov، اما بازیگر رگارتا داز از این فرصت استفاده برده نتوانست. او کوشش کرد که با سر ضربه بزند و خوب هم ضربه زد، اما دروازه‌بان برگرداند توپ رو. صحنه تکرار رو می‌بینیم. از همه جالب این است که نیمه حمایتگر چگونه در این وضعیت با جای حمله‌گر به مرکز جریمه‌گاه رقیب رفت و انتظار پرتاب شرفجان صالحیف شد. و حالا سعید مختار عظیمov خود را بخشیده نمیتواند برای از دست دادن چنین امکانیتی خوب. و
این دفعه اکنون دوستان ارجمند بازیگران دسته رگارتا دست به زدن گل دست می‌یابند. شهرت المرادوف اینجا گل میزند و به خاطر گل دومی دستش را زدن. می‌بینیم که چگونه او رو قدردانی میکند. بورت یک وایه همگی یک دقیقه پیشتر از این امکانیت خوبی خود را سید مختار از این مفصل شده بود، یعنی امکانیت رو که او حساب بازی رو 2-0 کند، اما این کار را شهرت المرادوف کرد. صحنه تکرار رو میبینیم. ضربه کنجی رو استفاده بردن بازیگران دسته رگارتا دست و با یک ضربه خوب از مسافه دور به زدن گل دست یافت بازیگر شماره 14 فرمپونگ. اینجا پاس داد از اتیوتی دسته رگارتا دست بازیگران آماده میشوند اکنون برای به میدان برآمدن. اینجا شیرزاد محمدیف تحت شماره 47 از بازی گرفته میشود. با جای او بازیگر شماره 11 با میدان اومد و این فریدون دولتوف است. همچنین شرفجان سولیف از میدان گرفته شد و با جای او اوزود پنجیف وارد رقابت شد با اتیمادیسیون. بله سولیف از بازی گرفته شد و اوزود پنجیف با میدان اومد با جای این بازیگر. در روزابانی دسته سراشان یکم در این حالت او سیب گرفته است. زایندین رحیموف در اکران‌های ما و شما است. زیدانی توجیک که در هر دسته نرفت، در هر دسته که کار نکرد اونجا او تأثیر خوبی خود رو رساند و دسته رو تا یک اندازه به قول موفق هم کرد. مخصوصا نام و شهرت مربیگی او از زمان در فضای فوتبالی میهن پیچید که با بچه‌های 16 ساله در تیم منتخب این متخصص تو به فینال رفتن در جام آسیا سال 2018 و بازی خیلی زیبا نشان داده بود. تیم منتخب تو 16 ساله تاجیکستان زیر رهبری زایندین رحیموف و ما در فینال بر مقابل ژاپن بازی کردیم. اونجا هم با سری بلند بازی کردیم و تنها با حساب 1-0 دسته ما در نهایت شکست خورد و سال آیندهش در چمپیونات جهان با همان منتخب زایندین رحیموف رفت اشتراک کرد و حالا اکنون بعد یک مدتی فعالیت ما رو در دسته رگارتا دست می‌بینیم که در این دسته امسال بسیار نتیجه خوب دارد. در جام مملکت دسته موفق شد، قهرمان جام شد و خب با این حساب حالا نزدیک است که با لیگ چمپیون‌های دوی آسیا رو خط بگیرد. موسم آینده دسته زایندین رحیموف یعنی دسته رگارتا دست. وجود دسته سراشان با شماره زیادی بازیگران بود که برطرف شد و فیروز بابیف هم حالا در میدان از دوستان عزیز بازیگر شماره 10 نیز با بازی آمد از هیئت احتیاطی. فشار میارم بازیگران دسته سراشان برای گرفتن توپ، اما نه حالا موفق نیستند آنها در این وضعیت و اکنون توپ رو به اختیار خود برمیگردونند. اینجا توپ در اختیار بازیگران دسته میزبان یعنی دسته رگارتا دست.
تو آخر فشار رو ادامه میداد مومین جان ملیف، اما او توپ رو گرفتن نتوانست در آن وضعیت. باز یک هجوم دیگری دسته رگارتاد است. قاسم عثمان پاس باقی توپ کاملا با خط نیمه مویا برگردانده می شود. سید مختار عظیمов اشتباه کرد در این حالت و توپ را از دست داد. میرزاید میرزا محمودوف قاعده بازی رو ویران میکند اکنون. قاعده بازی بر مقابل اسیلبک تمیروف در آن وضعیت ویران شد. خلاصه اتیوتی دسته رگارتاد است. دیدیم که 3 تغییرات وارد شد در این دیدار. خب قربانعلی بابویف، پانی مانویل جونسون اوپونگ، خورشید تیمور جوراєв، حاجی اکبر اوزاقov و محسن عبدالغفارov بازیگران اتیوتی دسته رگارتاد هستند که خب در اتیوتی قرار دارند و انتظار نوبت خود هم هستند. هجوم نوبتی رگارتاد است. فریدون دولتов پاس با کنار چپ. قاسم عثمان نزدیک می شود به جریمه‌گاه این بازیگر و ضربه کنجی نه خود بازی رو ویران کرده است. قاسم صحنه تکرار رو میبینیم. فشار آورده است قاسم عثمان و این خود ویران کنی هم هست. هجوم نوبتی دسته رگارتاد است. خود بازی ویران میشود اینجا از طرف بورت یکوای. میرزاهید میرزا محمودوف از پا افتانده شد. اعتراض میکنند بازیگران دسته استراوشان در همین وضعیت. بیاید صحنه تکرار رو ببینیم. اینجا خودی بازیگر پیش روی یکوای رو گرفت. و نصرالله کبیرов با بازیگر دسته سراوشان مگر کارت زرد نشان دادنی است که بازیگران اینجا میخوان پیش روی رو بگیرن. برای ناراضگی بیان کردن و قرار دوور و فکر دوور میتواند تو با خود همون بازیگری که ناراضگی بیان کرده است کارت زرد بدهد، یعنی او رو هم جزا بدهد. اما اینجا نصرالله کبیرов تا یک اندازه خودداری میکنند از این چیز و کارت زرد برای نیرنگ بازی با میرزاهید میرزا محمودوف داده میشود. ما دیگر برای آن وضعیت رو میبینیم. البته که در این وضعیت اکوای حرکت خود رو ادامه داده ایستاده بود برای حتی هجوم رو ادامه بخشیدن. اما اکنون تغییر در هیئت دسته رگارتاد است به میان میآید. سید مختار عظیمov از بازی گرفته می شود. بازیگر شماره 8 او احتمال داشت، امکان داشت که در قسم دوم با زدن گل دست یابد و میدان رو همچون مؤلف یک از گل‌های این بازی ترک کند، اما فرصت خود را از دست داد. به هر حال بازی بد نکرد در میدان و اکنون به جای بازیگر شماره 8 به جای سید مختار عظیمov از هیئت احتیاطی خورشید تیمور جوراєv به میدان میبراید. مخلصان دسته رگارتاد از کف میکوبند برای سید مختار. بازی دوم می‌یابد.
توپ در اختیار بازیگران رگارتا دست بود و اینجا از میدان خب بیرون هم میشود توپ. بازی دوام می‌یابد. پرتاب جریمه گل و توپ در دستی دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف. فریمپونگ حرکت‌های او را می‌بینیم. پس به کنار فریدون دولتов با توپ قرار دارد و دو کس پیش روی او را می‌گیرد. توپ را گذرانده توانست بازیگر دسته رگارتا دست در این وضعیت پرتاب بلند. فریمپونگ توپ را می‌گذارد و ضربه نوبتی جانبی دروازه سرروشن. قاسم عثمان اینجا ضربه زدن خواست اما کمی توپ را درست قبول کرد در این حالت و امکانیت خود را از دست داد. تا پایان بازی اولا کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت دارند. البته ایستها در قسم دوم تا زیاد بودند و در نیمه اول هم در لحظه آخر هم میگونه بود دوباره شاید در آخری رقابت هم این رو به نوبت گرفته باز 4 یا 5 دقیقه دیگر زم کند به بازی دسته‌های رگارتا دست و ایسر روشن. رقابت در مرکز میدان بازیگران ایسر روشن در قسم دوم اولو یگان ضربه جانبی دروازه رگارتا دست نزدند. اینجا پنجیف توپ رو گرفت اما قاعده بازی رو ویران کرده بود در همان حالت. سرمربی دسته سرروشن حالا تغییرات وارد نمی‌کند بغیر از خورشید عبداللهیف که در آغاز قسم دوم میدان آمده بود. خب اونجا سلطانبک فوزیلوف است، عبدالرحمن خب بختیار عبدالرحمنوف است و همزمان بهزاد حکیموف. من انتخاب سرمربی خیلی کم است. تا همون 5 نفری که حقی ایواز کردنشون رو داره سرمربی همون 5 نفر رو در میدان نداره در هیئت احتیاطی خود که اونها رو به بازی بیارن. آخرین تغییرات در هیئت دسته رگارتا دست بازیگر شماره 9 فریمپونگ مؤلف گل اول بازی امروزه از میدان گرفته می شود و با جای او تحت شماره 34 جانسون اوپونگ به میدان می براید. اوت با فایده دسته سرروشن گفته شد اینجا از جانب داور و بازیگران دسته سرروشن هم در حال توپ رو بازی می‌دارند و رقابت رو ادامه میدن. خب به نتیجه بازی اخیری دسته‌ها اگر متوجه کنیم دسته سرروشن در 5 بازی اخیر خود فقط 1 غلبه داشت. این غلبه بر مقابل دسته کوکتوش بود با حساب 2-0. هجوم نوبتی رگارتا دست رو می‌بینیم. جانسون توپ از میدان زده بیرون کرده می‌شود و ضربه کنجی به فایده بازیگران رگارتا دست اکنون به میان می‌آید. و یک بازی دیگر مساوی بر مقابل هوسیلوت 0-0. در 3 بازی دیگر شکست خورد. از وخش با حساب 1-0 شکست خورد. بازی آخرین این دسته ها بود این رقابت. خوجند با حساب 3-1 شکست داد سرروشن رو و از اسخط هم با حساب 0-1 شکست خورد دسته سرروشن. عموما از 15 امتیاز اخیری که امکان داشت و دست بیاره دسته سرروشن همگی 4 تاش رو توانست به دست آورده. تو از کنج میدان با بازی در آورده می شود و جانسون در این حالت موفق نمی شود برای نگه داشتن توپ در اختیار خود. و میدونه در همین 5 بازی دسته همگی 3 گل زده است. 2 گل به دروازه کوکتوش، خب 1 گل دیگر به دروازه خوجند که در بازی با خوجند البته شکست خورد.
فشار میارند بازیگران سرافشان اولو در قسمت میدان رگار تاداس. تو از میدان بیرون میشود. فردون دولتوف اینجا نتوانست رو در میدان نگه داشته. اکنون بازیگرانی که در حد ایجوتی دسته رگار تاداس باقی موندن. توجیه اکبر روزوقوف، موسین عبدالغفورов، خب مانوئل پانی در زبان کیوسف گرفت و امروز به میدان آمد و قربان علی بوبویف هم شد. اما نوبتی رگار تاداس بازم ختم میشود. نیکولا پاسیو با کناری راست. جمشید حسنов هجومی دستش رو میخواهد ادامه بدهد، اما او در رقابت با زودپنجیف موفق نشد. نه تنها موفق نشد بلکه حتی خود بازی رو هم ویران کرد. خب دسته رگار تاداس باشد در 5 بازی اخیر خود 2 غلبه دارد. خوجند را با حساب 2-1 شکست داد. پیشتر از این استقلال رو در دوره رقابت‌های جام شکست داد با حساب 2-0 و در بازی جوابی البته با حساب 1-0 شکست خورد از دسته استقلال. یک باخت دیگر قبلتر از این عزیز خطا بود در دوره 16 و در بازی آخرین خود این دسته بعد قهرمانی در جام تاجیکستان از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردید با حساب 2-3. بعد از آن بازی که روز 26 اکتبر بود در دوره 20 دیگر حالا بازی دایر نکرده است. یعنی بازی دوره 21 خود را که بر مقابل روشن نیکولا باید بازی میکرد دسته رگار تاداس اون را با وقت دیگر گذراندند به خاطر که دسته روشن در لیگ چمپیون‌های دوی آسیا بازی داشت. اوت با فاید دسته رگار تاداس یعقوب جان احمدov تو از اوت با بازی می‌دارد. پس با مرکز میدان سیلبک تمیروف Бобиев پس داد به فریدون دولتوف و هجوم نوبتی را فریدون دولتوف ادامه میدهد. او امروز از لحاظ دریبلینگ نشان دادن خود را موفق به نمایش میگذارد در میدان، اما اینجا توپ را در میدان نگه داشته نتوانست. بوبیف پس با مرکز ادامه می‌یابد حمله دسته رگار تاداس. فیروز بوبیف با توپ پرتابی او به مرکز جریمه گاه موقع برای زدن ضربه عطا بوده میتواند اما افساید. دوباره داشته که خود را بلند کرد و در حالت افساید بودنی فیروز بوبیف را ما هم دیدیم. تغییرات در دسته سرافشان از میدان بازیگری رقمی 7 جمشید حسنov گرفته می شود. با جای او تحت شماره 27 فوزیلوف با میدان می آید. سلطانبک فوزیلوف بازیگزاری نوبتی بازیگران رگار تاداس و هجومی دسته میزبان رو میبینیم. قاسم توپ را از دست داد. نیکولا جوانویچ پاس خطای و آزاد پنجیف پس به اکوایه. خوب جان احمدov فردون دولتوف میتواند توپ را در اختیار خود نگه دارد. پس او با آخرین بازیگر ژوزف فیون بود در همان حالت. احمدov نتوانست توپ را در اختیار خود نگه داشته. حالا فوزیلوف هم توپ را از دست میدهد. بازیگری که نوکک به میدان آمد.
بازیگران دسته رگاتا دست رو در اختیار خود نگه می‌دارند و اینجا ما صدای سرمربی رو هم میشنویم که اشاره دارد در همین نوع خطاب رو اداره کنند. دقیقه 85 رقابت به پایان میرسد و بازیگران تیمی استراوشان هنوز برای جواب دادن به گل‌های رگارتاداز اقدام نمیکنند و اگر همین طور ادامه یافته بگیرد دسته استراوشان کاملا امکانی بازگشت به بازی رو از دست می‌دهد. حتی با جریمه گل رگارتاداز توپ رو در اختیار خود نگه داشته توانستیم بازیگر هجوم نوبتی سراوشان و دروازه‌بان تا جای این حالت رو برطرف کرد. توپ در میدان باقی میماند. حالت افساید نبود در آن لحظه و فرصت خوبی خود را بازیگران سراوشان اینجا از دست دادند. فوزیلوف در همان حالت ضربه رو زدن نتوانست وقتی که دروازه‌بان رگارتاداز در موقع خود نبود و در زمین خوب بود. زاید میرزا محمودوف ضربه از مسافه دور. پیروز بابیف پاس به پنجیف ارسال او با کناری چپ خط حمله. توپ را بازیگران دسته سراوشان دوباره به اختیار خود می‌دارند. ولی وقت خیلی کم باقی مانده است. بیشتر از 2 دقیقه دیگر از وقت اساسی بازی است. اما دوباره حتما 4-5 دقیقه دیگر علاوه خواهد کرد. تو شاید بیشتر از این. به خاطر که ایست‌ها در بازی امروز خیلی زیاد بودند. تو در اختیار خوب جون احمدوف است و وضعیت احتیاطی دسته سراوشان بازیگر سیوم بختیار عبدالرحمنوف آماده است لکه برای به میدان آمدن. بازیگران رگارتاداز فقط وقت رو بیشتر رو کشال داده ایستادند و این به نفع آنها هم هست. یعنی هرچی زودتر به پیروزی میرسند، هرچی زودتر وقت پشتی سر شود. توپ را با این نوبتی بازیگران سراوشان عظمت اسرائیلوف توپ را در اختیار خود نگه داشت. حالا پاس به کنار راست در اجرای نیکولا، اما توپ به محمد علی عزیزبایف نمیرود. در آن حالت پیروز بابیف جانسون احمدوف توپ را اکنون دوباره بازیگران دسته سراوشان میگیرند. میمونجان ملیف از جوزف فیوم با گذاشتن نتوانست در این لحظه. فیوم باشد در حال توپ را بعد دروازه‌بان برمیگرداند. توپ در اختیار بازیگران رگارتاداز است. باز هم آخرین ثانیه‌های وقت اساسی بازی رو ما می‌بینیم. هجوم نوبتی در اجرای بازیگران رگارتاداز. خورشید تیمور جورایف پاسیو باقی قاسم خودی و یک نفر رو فریب می‌دهد. توپ رو به جریمه‌گاه می‌برد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه به مرکز آن، اما موفق نشد در اجرای این پاس که خلاصه پاس خوب بدهد.
توپ از میدان بیرون میشود. اکنون وقت هم به پایان رسید. دوباره 6 دقیقه دیگر 6 دقیقه دیگر وقت دوام میکند با بازی دستاوی رگارتا از سراوشان و این 6 دقیقه وقتی کافی هم هست برای زدن حتی 2 گل. تغییر در حیات دسته سراوشان بازیگر شماره 19 از میدان گرفته می شود. خب دلر شامرادوف به جای او تحت رقمی 22 بختیار عبدالرحمانوف به میدان می براید. پرسینگ بلندی بازیگران سراوشان رو میبینیم. پنجیف پسیو با مرکز اصل هجومی نواتی دست رگارتا از آغاز میشود. جانسون پرتابیو با کناری راست در حالت افساید بازیگر دست رگارتا است، اما بازیگر دیگر پنجیف میآید و توپ را در میدان نگه می‌دارد. بسیار زیبا توپ را از بین پای دفاعگر گذراند و نیکولا توپ را به اوت روان میکند. بازیگزاری نوبتی بازیگران رگارتا است. جانسون اکوایه جانسون پس به خط جریمه گل. پنجیف ضربه او، اما چگونه ضربه بود که خیلی بلند رفت. همین گونه یک ضربه بلند. دروازه‌بان دسته سراوشان توپ را با بازی می‌دارد. فوزیلوف نتوانست توپ را در میدان نگه داشتم و فرصت را از دست داد. وگرنه می‌توانستم بازیگران دسته سراوشان در همین حال با هجوم می‌روند. خب حالا اکنون دوستان عزیز بار دیگر من خاطر رسانی می‌کنم که این آخرین بازی موسم بود. آخرین بازی دوری عموما آخرین بازی برای دسته‌های رگارتا است و سراوشان، چون که این بازی دور 22 بود و دور 22 آخرین دور در چمپیونات مملکت است. اما دسته رگارتا است مثلا 4 بازی دیگری موقوف مونده دارد. خب بازی بر مقابل استقلال، بازی بر مقابل برقچی، بازی بر مقابل پنشهر و بازی بر مقابل روشن کلوب. و این 4 بازی خود را پس از دور 22 در روزهای بعدی که از طرف خب لیگ فوتبال مملکت معین میشوند روزهای برگزاری بازی ها دسته رگارتا از دایر خواهد کرد و حتما این دسته موقع خود را در جدول بهتر خواهد کرد در صورتی به دست آوردن امتیازها در بازی های بعدی. و اما دسته سراوشان که همگی یک بازی دارد از بازی های موقوف مانده، این دیدار دسته سراوشان بر مقابل روشن کلوب است که باید بازی روزی 22 سپتامبر دایر میشد، اما این بازی حالا برگزار نشده است. پس از دور 22 حتما دسته سراوشان هم بازی آخرین خود را بر مقابل روشن کلوب با پایان خوب انجام خواهد داد و بعدا موسم را با پایان خواهد رساند. خلاصه بعد از این دیگر عموما پس از دور 22 دیگر بازی نخواهد داشت یگان تیم. و فقط اگر بازی‌های میشوند این بازی‌هایی هستند که قبلا باید دایر می‌گردیدند اما با سبب‌های معینی برگزار نشدند و حالا اکنون دسته باید آنها را دایر کنند. هجوم نوبتی رگارتا است. جانسون در حالت افساید قرار گرفت. باز هم هجوم نوبتی سراوشان پرتاب جریمه گل. مومینجان ملیف انتظار تو بود اما اولین شده دفاعگر دسته رگارتا است و توپ رسید در آن حالت. باز یک حمله دیگر در اجرای بازیگران میزبان. پنجیف با سرعت بلند به پیش حرکت میکند و او میتواند که حمله را ادامه بده در همین وضعیت. پنجیف ضربه با پای چپ رسیدش به دفاعگر بود، بعدا دروازه‌بان در ارجان براتوف هم توپ را در میدان نگه داشت. بعدی با بازی اومدنش این بازیگر
рафти бозиро то ҷое беҳтар ҳам кард. ҳарчанд оло баъди ба майдон омадан ё дасташ гол ҳам назада бошад, аммо худи ӯ бо суръати баландаш бо талошуяш бозиро каме ҳам бошад тағйир дод. хуб, дар дидори имрӯза голҳои дастаи Регарта Дастро Саравал Фримпонг, ҳамлагари ин даста Квадво Фримпонг дар дақиқаи 54 ба дарвозаи Саравшан зад. Баъдан дар дақиқаи 65 бо як зарбаи дақиқ Шуҳрат Элмуродов зад голи дуюми дастаи Регарта Дастро ва ҳисоб 2-0 шуд. ҳоло бо ҳамин ҳисоб бозӣ идома дорад. ходаи бозиро Фозилов вайрон мекунад дар қисмати майдони Саравшан дар дақиқаи охири илова кардаи довар ва ин вазъияти стандартӣ ба фоидаи дастаи Регарта Даст аст. на танҳо ба хотири оне ки онҳо тӯбро мегузоранд ҷониби дарвозаи рақиб зарба месананд, не, балки ба хотири он ки ҳамчунин вақт пушти сар мешавад, вақт мегузарад ва ин бозӣ ниҳоятан ба поён хоҳад расид. фирӯз бобиев дар назди тӯб қарор дорад. партоба ҷаримагоҳ фурсати задани зарба дода намешавад. аксолҳуҷуми дастаи Саравшан Муҳаммадалӣ Азизбоев хеле дер кард. довар мунтазир шуд ки ӯ шояд саросима мешавад, пас медиҳад ҷониби ҷаримагоҳи Регарта Даст, аммо ин корро накард ва акнун бозӣ ба поён мерасад бо ҳисоби 2-0. баъд аз ин рақобат дастаи Регарта Даст дар ҷадвал дар ҷои ҳафтум бо касби 30 имтиёз қарор мегирад ва бозиҳои 4 бозии дигари худро агар ин даста доир кунад, ҳатман мавқеаш боз ҳам дигар хоҳад шуд. Саравшан дар ҷои давом бо 17 имтиёз боқӣ мемонад. табрик мегӯем ин ғалабаро ба мухлисони дастаи Регарта Даст ва инҷо гузориши мустақими хешро ба поён мерасонем. ман Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникӣ ҳам дар хидмати шумо будем. то дидорҳои дигар, хайр.